مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم زنه میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که راجع به رکوردهای عجیب و غریب امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو که تازگیام 33 سال رد کرده با شما صحبت بکنیم. ایشون متولد 30 شهریور ماه 66، یعنی روز تولدش یه روز با من فرق میکنه، چون من 29 شهریورم، آقای تتلو 30 شهریور، البته ایشون 66 و تا خشتک رکورد زده. یعنی من امروز نشستم و نگاه کردم و شمردم، دیدم تا الان بیش از 30 تا رکورد رو جابجا کرده، هم از لحاظ تعداد دقیقه انتشار موسیقی و هم از لحاظ بیشترین تعداد موزیک که فکر میکنم بیش از 300 آهنگ رو در طول 20 سال فعالیت هنری خودش منتشر کرده که نزدیک به 1129 دقیقه آهنگ. اخیراً چقدر من بی خیالم، روزا تا 5 بعد از ظهر میخوابم. که امروز من راجع به این رکوردها با شما صحبت میکنم و واقعا هم حقش هست 20 تا مستند بسازیم برای کسی که اینقدر داره تلاش میکنه و یکی از، بهتره بگم یکی که چه عرض بکنم، پرحاشیه ترین شخص، هم میشه گفت فضای مجازیه، هم میشه گفت خواننده، هم میشه گفت هنرمندی. یعنی ما از تتلو دیگه پرحاشیه تر نداریم در دنیای مجازی و غیر مجازی که بهش میپردازیم. چرا تو کشوری که یه پاسپورت من ندارم، آقا بنده هنرمند مملکت یه پاسپورت ندارم، نمیتونم برم از اینجا بیرون، ولی من باز مردم، یه دختر میخواد بیاد پیشم کپی پاسپورتشو میگیرم. چند تا کپی پاسپورت گرفتم تا حالا دختر خواسته بیاد پیشم. اول ببینم سنش چقدره، بعد اگر سنش پایینتر از حد قانونی بود یا رضایت ننه بابا یا نیاد، چون اصلا کاری به این حرفا ندارم، چون پس فردا نتونه برام مشکل ساز بشه یارو. اما قبل از اینکه شروع بکنید در خصوص آقای تتلو صحبت کردن، لطف کنید اگه کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب ندید، دکمه قرمز رنگ این پایین هست بزنید و اگر از داخل ایران دارید برنامه پشت پرده رو می‌بینید، ذکر این نکته خالی از لطف نیستش که خب طبیعتا یوتیوب در ایران فیلتر هستش و بیشتر افراد از فیلتر شکن‌های یکسان استفاده میکنن و آی پی هاشون یک شکل هستش، برای همین یوتیوب شما رو ربات تشخیص میده و اگر کانال پشت پرده رو سابسکرایب کرده باشید اتوماتیک سابسکرایب شما میپره. برای همین بعد یک لایک بکنید یا یک کامنت بذارید برای ما که ربات تشخیص داده نشید و از اون طرف اگر زنگوله رو هم بزنید جدیدترین ویدیوهای ما منتشر بشه شما میتونید با خبر بشید. اما میخوایم بپردازیم به رکوردهای عجیب و غریب امیرحسین مقصودلو یا همون تتلو که 20 سال فعالیت هنری داشته و در طول این 20 سال عموما همیشه آهنگاش گرفته و هیت شده یا مگا هیت شده و علاوه بر این که در طول این سالها دردسرهای عجیب و غریبی هم براش ایجاد شده و یکی از اهرم‌های پخش موسیقیش که از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام بوده 2 بار پیجش بسته شده، هر 2 باری که بالای 3-4 میلیون دنبال کننده داشته و خودش یک رسانه قوی بوده امیر تتلو که متاسفانه با توجه به اینکه اونجوری که فیسبوک اعلام کرده بوده، شرکت مادر اینستاگرام و قوانین اصلی اینستاگرام فیسبوک اصطلاحاً تصویب میکنه، اعلام کرده بوده که آقای تتلو قوانین رو زیر پا گذاشته و به خاطر همین پیجاش بسته شده. بارها هم پیجای دیگه‌ای که با اسامی مختلف زده بوده توسط اینستاگرام بسته شده، اما خب حالا فکر کنم این پیج آخرش دووم آورده تا این لحظه و بسته نشده و اونجوری که مدیر برنامه آقای تتلو کوروش گفته و خود تتلو هم صحبت کرده بوده، در تلاش هستن با توجه به وکلایی که دارن پرونده رو به نحوی جلو ببرن که بتونن پیج خودشون رو
پس بگیرن و بتونن فعالیت مجددی رو در اینستاگرام داشته باشن. میشیم فوش بده، میشیم روانی معتادی که به مادر خودش بی‌احترامی میکنه. پس کی باید این حرفا رو بزنه؟ فکر نکنید که با یه پیج امیر تتلو بستن شما تونستید که امیر تتلو رو خاموش کنید. نه خیر. من این پیجم که 4 میلیونی شد پیج دوم بود. فکر میکنید از پیج بستن میترسم؟ فکر میکنید برای اشغالم دارم این کارا رو میکنم انقدر هرس میخورم؟ نه خیر. میخوام 4 تا جوون مثل من اینجوری نشم به دست شما چشتنگ. من خود ایرانم. دهن به دهن تو بذارم باید تمرین کنسرتمو بکنم. خیال میکنید منو کم زدید؟ انقدر خار شدم تو چش شما. کنار گود نشستی میگی بلنگش کن. اما میخوایم برسیم به رکوردهای آقای تتلو که گفتم دیگه یکی از پرحاشیه ترین خواننده‌های داخل ایران هستش. اولین آلبوم خودش رو تتلو سال 1390 منتشر کرد. قبل از اون تک ترک بوده یا آهنگاش دسته‌بندی نبوده که در قالب آلبوم بیاد بیرون. آلبوم زیر هم کف بوده. بعد از اون دومین آهنگ خودش که تتلیتی بوده رو سال 92 با 15 ترک منتشر میکنه و تو طول این سالها با انتشار آهنگایی که منتشر کرده بوده همیشه پرحاشیه بوده. از آهنگ بزنم نفتر بیاد تا آهنگ انرژی هسته‌ای و آهنگی که برای شهدا خونده بوده. میدونید که آهنگ انرژی هسته‌ای تتلو طوفانی از حاشیه‌ها رو ایجاد کرد تا جایی که مجله گاردین به این آهنگ تتلو واکنش نشون داد، چرا که تتلو با همکاری نهادهای نظامی ایران روی ناوشکن دماوند رفته بود و این آهنگ رو خونده بود. و جالبه بدونید که ناوشکن دماوند من شنیدم که 2 سال پیش همین ناوشکنی که آقای تتلو رفته بود روش غرق شده. که امیر تتلو روی ناو دریایی ارتش آواز خوند. اولا که به عنوان یک خواننده زیرزمینی، اولا این که امیر تتلو زرده و مثلا نمیدونم آقای ایکس غیر زرده، اینو فقط کیفیت موسیقیش مشخص میکنه. یک نفری میتونه یک رهبر ارکستر سمفونیک باشه و یک قطعه رو بسیار بد اجرا کنه و یک خواننده پاپ میتونه قطعه خودش رو بسیار درست انجام بده. با تمام تلاشی که تتلو در طول بیش از فکر کنم اون موقعی که از ایران خارج شده بود 16-17 سال بود داشت فعالیت میکرد، یعنی سال 97، چون تتلو سال 97 از ایران خارج شد، خیلی تلاش کرد مجوز بگیره، نماز خوند، خلاصه چاپلوسی کرد، التماس کرد، لابی زد برای اینکه بتونه به آرزوی دیرینه خودش، یعنی رفتن روی استیج هستش، برسه. اما تلاش‌هاش بی نتیجه موند و تتلو مجبور شد برای اینکه بخواد برای هواداران خودش عاشقانه بخونه از ایران خارج بشه و سال 97 برای همیشه از ایران رفت. ذکر این نکته هم خارج از لطف نیستش که تتلو یک بار هم سال 80 رفته بود دبی و بعد از اون برگشت به ایران و آهنگ خونه خوبه رو خوند. من با یه موج بیمار تکیه به کنج دیوار، خسته از همه خسته از خالی بودن جای صدام تو برج میلاد. برای این آهنگ زیبای خونه خوبه رو هم شنیدیم که یکی از شاهکارهای تتلو بود. اما خب به هر حال با توجه به فشارهایی که اومد، امیر تتلو سال 97 برای همیشه از ایران رفت و آهنگ‌های اصطلاحاً با فوش خودش رو، چون تا قبل از که تو ایران بود آهنگ با فوش زیاد منتشر نمی‌کرد، همین که از ایران خارج شد آهنگ‌های با فوش خودش رو منتشر کرد که در همون اول بسم الله اولین آهنگی هم که بعد از خروج از ایران منتشر کرد حسابی چشم خون سنگین سرم بهشتون و من این برم. بعد از اون امیر تتلو برای رسیدن به آرزوی دیرینه خودش اولین کنسرت خودش رو با همکاری آونگ در کشور گرجستان برگزار کرد. ما از 6 بعد از ظهر اینجاییم، از 5 داریم ساوند چک میکنیم. چون گشادی از شما بوده که دیر اومدید، حالا باید وایسید بقیه‌تون هم بیاد. دوباره با اون دستات دل من خونه، بیا مست و خراب، بیا منو بساز دوباره من با تو، دوباره با اومدنت همه جا رو داریم مرور میکنیم زندگی پرپیچ و خم تتلو رو تا برسیم به رکوردهای
تتلو و دومین کنسرت خودش رو در استانبول ترکیه گذاشت که رکورد تعداد شرکت کننده در یک کنسرت رو هم فکر کنم برای ایرانی ها شکوند و البته رکورد لایو بیننده های یوتیوب رو هم شکوند که به این رکوردها میرسیم. عجبا بریم با تو تنها. و در آخرین شاهکار رکوردی خودش اومد و رکورد بیشترین فحش رو در یک تک ترک شکوند که اون هم آهنگ میخوام بوده. بشنوید این آهنگ. میخوام آسمونو قرمز کنم، خورشید و آبی. میخوام دوباره تو بغل همون که یه روز غرورشو کشتی بخوابی. میخوام انقدر تون برم که دومی بشه واسه پشتی عادی. بله، من اون تیکه های فحشش رو نذاشتم چون ماشاءالله فحشای خیلی عجیب و غریبی داده بود مدیر برنامه آقای تتلو در خصوص این آهنگ و رکوردهای این آهنگ. اینجوری میگه آقا جریان آقای تتلو چیه؟ ماشاءالله همینجوری داره رکورد میزنه. تعداد رکوردهایی که الان زده چند تاست تا آخر؟ فکر میکنم بالای 30 تا رکورد داره امیرخان تتلو و آخرین رکوردی که داریم و بخوام بهت بگم شامل میشه 12.5 میلیون کامنت. رکورد کامنت یوتیوب رو توی دنیا زدیم که الان بالاترین نفر اول دنیا هست. قبلش کی بوده؟ میخوام که گینس ثبتش بکنم. همینطورم داریم اختلافو بیشتر میکنیم، یه جوری که مثلا چند میلیون اختلاف با نفر قبلی باشه. درسته؟ دوباره یه رکوردی داریم برای فروش موزیک میخوام. میدونید که خب یکی از موزیکایی بود که پرفروش‌ترین موزیک‌ها بود و این موزیک تونست رکورد فروش موزیک تو تاریخ موسیقی ایران رو بزنه. فکر کنم پرفروش‌ترین موزیک هم بود دیگه. آره بله پرفروش‌ترین موزیک شده. نه پرفوش‌ترین هم بوده فکر کنم. پرفوش‌ترین بود دقیقاً. اول صحبتم هم گفتم بهتون که توش خیلی فوش استفاده شده و از قبلم امیرخان رو اعلام کرده بود که این موزیکی که من دارم روش کار میکنم یکی از پرفوش‌ترین موزیکاست. ولی خب موزیکایی که گوش میکنی مطمئنا خودت گوش کردی دیدی که اصلا هیچ نکته آزاردهنده‌ای توش وجود نداره. هر این کار مهندسی و دقیق و حساب شده، کلمه به کلمش تنظیم شده، روش کار گذاشته، وقت گذاشته امیر که وقتی میشنوی اذیت نمیشه. این برد اینه که به نظرم توی یه موزیکی حتی فوش استفاده میکنی که مخاطبو نزنه، دل مخاطبو نزنه بخواد موزیکو بگه. چقدر فروش داشته این آهنگ؟ کامل تا تهش میشه گوش کرد. درسته. چقدر فروش داشت؟ بالای 1 میلیارد تومان فروخته. 1 میلیارد تومان. فکر کنم توی خواننده‌های ایرانی ما حتی تو فروش آلبوم هم 1 میلیارد تومان. فروش آلبوم نداشتیم. چرا؟ باز تو همین رکورد دیگه وجود داره که توسط دوستای خودمون یعنی آشناهایی که وجود دارن رکورد فروش تک ترک بوده که یکیش توسط خانم افشار بوده که 138 میلیون تومان خریداری شده این موزیک. آفرین. و مبلغ دیگه بوده باز 100 میلیون تومان که از طرف آقای شمس بوده و همچنین پایین‌تر که طرفدارا بودن. و خب این یه چیزی بوده که واسه هیچ خواننده‌ای توی ایران تا حالا پیش نیامده و حتی میگم خیلیا به من پیغام دادن تبریک گفتن چون واقعا یه رکورد خیلی قوی رو تو موسیقی ایران باز جابجا کردیم که بازم اولین رکورد امیر تتلو نیست توی موسیقی ایران. خیلی رکورد داریم که حتی روی وبسایتمون tatalo.com میتونن برن بررسی بکنن و من میتونم این فایل همینا رو برای خودت بفرستم که راحت استفاده بکنی و افتخار بدیم که یه ایرانی هم میتونه رکورد بزنه. بسیار عالی. که البته 100% همه اینا به کمک خیلی از طرفدارا هم بوده، تتلیتیا و کسایی که حمایت کردن، دمشون گرم. بله این رکوردهای آهنگ و رکوردهای فروشی بود که داشت تتلو. اما برسیم به رکوردهای تتلو که یکی یکی بهشون میپردازیم. روی تصویرتون نشون میدم. اولین هنرمند ایرانی بوده که در اینستاگرام و فیسبوک میلیونی شده. طرفدار آقای تتلو خیلی وفادارن. یعنی تتلو اگر 20 تا پیجم بزنه من فکر می‌کنم در کمتر از 24 ساعت در اینستاگرام به تنهایی میتونه به 1 میلیون دنبال کننده برسه و این حسن و قدرت تتلو در موزیک هستش در بین طرفدارهاش که به محض این که یک شبکه اجتماعی جدید رو حالا میاره بالا یا یک پیج جدید رو اصطلاحاً معرفی میکنه و اعلام میکنه به طرفدارهاش بلافاصله میلیونی میشه و هواداران
وفاداری تتلو داره. دومین رکوردی که داشته نوشتن شعر موزیک بذار تو حال خودم باشه که در 15 دقیقه بود. یعنی گفته شده آقای تتلو این شعر تو 15 دقیقه گفته. حالا اینم در نوع خودش جالب. بذار تو حال خودم باشم منو چند تاشم. بله قسمتایی از آهنگ بذار تو حال خودم باشم که گفته شده 15 دقیقه نوشته. رکورد بعدی که تتلو زده مربوط هستش به آهنگ منسه که 20 دقیقه و 10 ثانیه بوده که کلا پشمای هر کسی که این موزیکو شنیده بود ریخته بود. مردم گفته بودن این فیلم سینمایی یا موزیکه، یعنی شما این موزیکو از تهران پلی کنی بخواد تموم بشه رسیدید کرج. و آن که زد یکی از برادرانتان، پس کسی از خارج این کشور وارد این پرونده نشد. بله رکورد بعدی که آقای تتلو زده بوده که بیش از 30 تا رکورد زده موزیک دلم میخواد بوده که اونجوری که خود آقای تتلو گفته بوده از ترکیب 5 ملودی بوده. میرسیم به مرز فرار، میری جز در به درا، عوض این که بیاد یه بار از دوشت ورداره اون، فقط به فکر اینه بیاد پایین شلوارمون، هیز ولی در واقع کور، تیز حولی علاف کول، فضول و پیگیر جمع کنترل از راه. اما یه تبحر دیگه هم تتلو تو دیس کردن داره که 48 نفر رو در ترک برزخ گفته دیس کرده که طول این ترک هم فکر کنم 10 دقیقه و 10-20 ثانیه بوده. اگه هنری نداری سوژه باش، همین جوری مؤدب خوبه باش، زدم جوری که هنوز سوز جاش، شلوغ پلوغ دفتر و ایمیل، موسیقی جشن‌دار امسال که ربطش دادم به پشمای انسان، ریش بی هنر و لشلای بنزایی، ایش تموم همه چی دشت بای امضا، یه مش 70 یا نزدیک 80، همه یه مش افراطی شجا، همه خشابا پره کشیدم گلنگدن و خشابا پره، ما اومدیم بزنیم ببریم و همه یه کلاش بهم بدم میرم وسط تهران، ترور مرور همه مغز و ارور. ای بابا خفه تو رو خدا بسو بریم جلو ما رو نبه، فکر میکنه خفن خودشه ولی تا شنیده کار منو ریده، اون فکر میکنه داره راه منو میره، حسودی شده مال منو دیده. تو این آهنگ گفته شده که 48 نفر آقای تتلو دیس کرده. 2 تا آلبوم هم ایشون رکورد داشته. توی یکی از آلبومش که آلبوم جهنم بوده 16 ترک داشته که مجموعاً 101 دقیقه توی یک آلبوم خونده آقای تتلو که کوتاه‌ترین ترکش 3 دقیقه و 40 ثانیه بوده، بزرگترین و بلندترین آهنگش هم 14 دقیقه بوده. توی آلبوم برزخ هم مجموعاً 114 دقیقه شعر خونده که کوتاه‌ترین آهنگش 5 دقیقه و خورده بوده و بلندترین آهنگش هم 10 دقیقه بوده، بیش از 10 دقیقه البته، که این هم باز یه رکورد بوده در 2 آلبوم جهنم و برزخ. ولی یه سوالی که واقعا پیش میاد و خیلی ها ممکنه بپرسن هستش که این حرکت تتلو یه زورآزمایی نبوده که مثلا بخواد روی خیلی ها رو کم بکنه یا مثلا بگه که آره من این کار رو انجام دادم که مثلا روی یه در رو کم بکنم؟ حقیقتش اینه که نه، همچین چیزی نیست. خب ما یعنی من خودم به عنوان منیجر امیر قلدر بودن امیر رو توی موزیک ایران، موسیقی ایران و حتی شاید بگم تو خیلی از موسیقی‌های کشورهای مختلف امیر واقعا خیلی لول بالایی داره کار میکنه و بحث این نیستش که بخوایم بگیم میخواد کسی رو خراب بکنه یا به رخ بکشه، چون قدرت امیر تتلو رو همه دیدن میدونن و این هنر امیر تتلوه و میخواد که به موسیقی ایران، به مردم ایران به همین طریق کمک کنه بیشتر دیده بشن، شناخته بشن، صدامون رو همه دنیا بشنون. اما در کنار این رکوردها که مربوط به آلبوم‌های تتلو بوده چند تا رکورد دیگه هم آقای تتلو داشته، در حالی که پیج اینستاگرام آقای تتلو قبل از اینکه بسته بشه زیر 2 میلیون نفر بوده، پست‌هاش بالای 1 میلیون لایک می‌خورده که این نشون میده محبوبیت عجیب و غریبی تتلو داره و یکی از معروف‌ترین سلبریتی‌های ایرانی
محسوب میشه. گفتم که طرفدارای تتلو بسیار بهش وفادار هستن. و نکته بعدی هم تعداد کامنت هایی بوده که تتلو شکونده بوده که رکورد کامنت های دنیا رو بشکونه و تعداد افراد در حال حاضر کانال تلگرام آقای تتلو هستش که به بیش از 1,000,000 نفر رسیده که این هم یک رکورد دیگه محسوب میشه. و از طرفی تعداد بیننده های لایو یوتیوب امیر تتلو که وقتی آقای تتلو داشته کنسرت میذاشته و لایو پخش میشده بیش از 30,000 نفر لایو تتلو رو دیدن که باز هم این یک رکورد دیگه برای تتلو محسوب میشه. و از طرفی میزان تتوهای روی بدن تتلو که فکر کنم اولین آرتیست فول بادی ایران هستش که تتو داشتم یه رکورد دیگه است. آره. و یه چیزی هم که واقعا من وقتی شبکه‌های مجازی رو دنبال میکنم خیلی میبینم بحث تتوهای امیر تتلو. آقا این چرا اینقدر داره تتو میکنه؟ چرا اینقدر زیاد دیگه رو صورت رو دیدم من جدیدن کف دستم تتو کرده. فکر میکنم امیر خان اولین فول بادی کامل ایران باشه که اولین نفری که تمام بدنش رو تتو کرده و فرقش اینه که شاید خیلی کسی دیگه هم کردن که ناقص بوده ولی فرقش این تک تک تتوهای امیر خان مشابه به حمایت از حیوانات انجام شد. یعنی الان امیر کل کف دستش رو فقط از موجودات دریایی پر کرده که خیلی قشنگه و همه اینا فقط بیشتر اینا به خاطر حمایت از حیوانات و نخوردن حیوانات. و یعنی امیر تتلو کاری داره میکنه که فرهنگ سازی میکنه. شاید خیلی متوجه این موضوع نشن. این فرهنگ سازی فکر میکنه فرهنگ سازی جدیدی. آخه تتو زدن به نظرت فرهنگ سازیه واقعا؟ 100%. چون یه چیزی که از قدیم حتی توی سریال اسپارتاکوس وایکینگا ببینی هزاران سال پیش این کارو کردن و خب این خودش یه هنره که خیلی از ایرانی‌ها حتی این هنر رو دارن که ما بهترین تتوکارامون هم شاید ایرانی‌ها هستن که با خود امیر خانم دارن کار میکنن. بسیار. و بعد این یه فرهنگ خیلی خوبه. بعد الان کجای بدنش مونده تتو نکرده؟ الان یه کف دستش مونده فکر میکنم، کف پاهاش مونده، یک دو تا خورده کاری داره دیگه. اینقدر تعداد رکوردهای تتلو زیاده که حالا ما اون مهماشو بهتون میگیم. آره نشه چرا همش نمیگیم مهماشو میگیم که خیلی زود جمع بشه این ویدیو. یه رکورد دیگه هم که دارین هستش که 6 ترک رو که به مدت 72 دقیقه بوده آقای تتلو در طول 1 ماه منتشر کرده که روی تصویرم حالا با موس بهتون نشون میدم. کل رکورداش هم اینجا میبینید که حرمسرا و خایه باقی رومنسه و من به کم راضی نیستم افعی بوده که جمعا 6 ترک بوده به مدت 72 دقیقه. رکوردهای دیگه هم داشته که حالا میتونیم از بالا ببینیم، مثلا موزیک ویدیوی ولش کن که از امیر تتلو به مدت زمان بیش از 8 دقیقه اولین آهنگی بوده که بدون کورس بوده توی موسیقی ایرانی. موزیک ویدیو خلسه رکورد طولانی ترین موزیک پاپ رو داشته. موزیک ویدیو جهنمش پر هزینه ترین بوده طبق خبری که در سایت خود آقای تتلو ثبت شده و تتلو پرشنونده ترین رپر فارسی در اسپاتیفای هستش در خرداد ماه. تعداد بیشتر سابسکرایب بین رپرهای فارسی هم متعلق به تتلو هستش. همچنین پربازی ترین موزیک ویدیو رپ فارسی هم متعلق به ویدیو مسخره بازی بود. بیشترین تعداد فالوور رپ فارسی در ساوند کلاود هم متعلق به تتلو و سایر رکوردهایی که شما اینجا میبینید از آقای تتلو که خلاصه هر چی رکورد بوده تا خشتک زده. آهنگ بعدی یا اصطلاحاً آهنگای بعدی که میاد بیرون همه رو برای پیش فروش میذارید یا نه چجوریه؟ والا حقیقتش اینه که هدف اینه که بتونیم برای موزیکا رو برای پیش فروش بذاریم، به خاطر اینکه این فرهنگ فروش موزیک رو برای آرتیستای دیگه جا بندازیم. یعنی یه چیزی که بعد از هر آرتیستی داره زحمت میکشه به این صورت حمایت بشه و یه آرتیست نباید به خاطر درآمد داشتن و زندگی کردن خیلی کارهای دیگر رو بکنه. درست. مثل اینه که مثلا من هنرم از سواری باشه بخوام برم مثلا مرغ بفروشم، هم چیز خوب نمیشه. درست نیست. این باز هم امیر تتلو داره فرهنگ سازی میکنه، باز هم داره به نفع بقیه آرتیست کار میکنه. همه فرهنگ جا بیفته، همه بدونن که باید حمایت کنن. موزیک مفتی این درست نیست، هیچ جای دنیا رسومش نیست، ما هم نباید داشته باشیم این موضوع رو. و اینکه جدیدترین رکوردی که حالا میخواید بزنید به غیر از کامنت یوتیوب چی هستش؟ نیت کردید بزنید؟ یه حرکتی داریم میزنیم که چند وقت دیگه اعلام میکنم
ولی الان نمیتونم بهت بگم اصلا چون که موقع پخش میکنی نمیتونم بعدا شاید به خودت بگم یعنی چون الان بگم مزدش از بین میره ولی خب باز هم امیر تتلو به عنوان یه ایرانی توی موزیک ایران و توی دنیا داره یه رکوردی رو ثبت میکنه. حالا بگید دیگه برای اولین بار اینجا اعلام کنید دیگه یه بابی بشه بتره کنه. چیکار میخواد بکنه؟ چی متوجه نشدم. الان مردم وقتی این صدا رو بشنون یا مصاحبه من و شما رو میگن که ای بابا این چه رکوردی میخواد بزنه؟ امین فرین چرا نپرسید؟ چرا گیر نداد اون طرف بگه که رکورد چی بوده؟ حالا بگو که ما تا گیر ندادیم رکورد رو بگی خودت چی هستش. اینو میذارم برای پارت بعدیمون. ای با الان جدید باشه. بسیار. حالا یه اشاره ریزم نمیتونی بکنی؟ راجع به موزیکه. یعنی میخواد یه حرکت فکر میکنم امیر تتلو اولین نفری هست که باز تو موزیک ایران داره یه حرکت جهانی میکنه. چه حرکتی؟ خب بگم که لو میره. حالا نه کوچولو ریز بگو. نمیگم اصلا نمیشه. یه کوچولو حالا به اعلامش میکنم. زیر 1 ماه اعلام میکنم و همه افتخار میکنیم باز به امیر تتلو مثل همیشه. بسیار عالی. دست شما در نکنه. بعد ببینیم که چه اتفاقات دیگه برای آقای تتلو میفته و قراره چه رکوردهای دیگه رو جابجا بکنه و مدیر برنامه‌های تتلو هم توضیح داده که قراره به زودی تمام این رکوردها در گینس ثبت بشه. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید و امیدواریم که بقیه هنرمندها هم یه بابی باز بشه و یک دریچه باز بشه که بتونن موفق باشن در کارهای خودشون. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کانال یوتیوب برام پشت پرده رو هم سابسکرایب کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.